آقا ما اشتباه کردیم. یه دریچه هست که شاید بگم اندازه 1.5 و باید از داخل این به صورت سینه‌خیز بریم و زیباترین و قشنگترین قسمت غار که تالار عروس یا تالار آینه هست رو ببینیم. همراه سختی مو بشید، حداقل شما لذت ببرید. این دریچه معروفه به دریچه کیسه خواب. عمق 150 متری زمین، غار کهک، تالار دوم، تالار عروس زیبا. انقدر سفید و خوشرنگ اینجا که حد نداره، مثل یه عروس میمونه. وقتی میگن خدا هست یعنی همین. بعد از میلیون ها سال هنوز رشد و نمو و توی این غار زیبا میتونی با چشمت ببینی. شما رو دعوت میکنم به دیدن این غار زیبا.